عرض سلام و ادب خدمت بینندگانی عزیز و گرامی قدر. امیدوارم که هر کجایی که نباشید تن صحت و سلامت باشید. امروز بازم در برنامه 8 قدرت و حقیقت در حضور شما قرار خواهیم گرفت و چند ساعت فکر نظر خود را راجع برنامه‌های نو، راجع برنامه، راجع هدف‌ها خواهیم گفت. امیدوارم که بتوانیم یک ساعت اخیر یک برنامه خیلی خوبی داشته باشیم که مفادی داشته باشد برای هم ملت، هم وطن، هم کشور و هم جامعه‌ای که در یک حالت خیلی سختی قرار دارد. پیش از آنی که برنامه را آغاز کنیم از تمام دوستان و هموطنان و بینندگان عزیز و گرامی قدر خواهش میکنیم که برنامه ما را دستگیری کنند، زیرا ما چند مدت میشود در کانال یوتیوب قرار نداشتیم با سبب‌های تکنیکی و مشکلات اینترنتی که بسیار اذیتمون میکند. تو عین حال این مشکلات موجود است، ولی امیدوارم که پروردگار بازم کمک میکند که این مشکلات را حل بکنیم و بتوانیم بیشتر در حضور شما قرار بگیریم و برنامه خود را برای شما معرفی کنیم. هموطنان و همدیاران عزیز و گرامی قدر، بر اساس همین من از شما خواهش میکنم که برنامه ما را لایک بگذارین و ابونه شین در کانال یوتیوبی جوانان تاجیکستان و دیگه سامانه‌هایی که ما داریم، تیک تاک، یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام، برنامه ما را پیگیری کنید و ما انشاءالله امینیم که کوشش میکنیم که برای شما برنامه‌ای بسازیم، برای شما نقشه‌ای بکشیم که اون برای زندگی شما، برای وطن شما، برای آینده شما مثبت باشد و تغییر دهنده باشد. هموطنان عزیز، در برنامه اصلی وارد میشیم و راجع به موضوعی که گذاشتیم صحبت خواهیم کرد. همدیاران عزیز و گرامی قدر، ما در شورای سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان سنه 24 ژانویه سال جاری یک تصمیم خیلی مهمی برای بهتر ساختن روند حقوقی و سیاسی این سازمان گرفتیم و بر اساس این ما تصمیم گرفتیم که از حرکت سیاسی گروه 24 خارج شیم و مستقلیت خود را اعلام بداریم و مبارزه خود را در راه آزادی و عدالت، در راه دفاع از این ملت، از این مردم مظلوم مبارزه را ادامه بدیم. همینطور از سنه 24 ژانویه سال جاری سازمان جوانان یک تشکیلات حقوقی و سیاسی بوده که اون مبارزه خود را مستقلانه اعلان کرده و ادامه میدهد. از این پس به هیچ سازمان و هیچ حرکت و هیچ پیمان وابسته نیست و تنها رسانه‌هایی که در استفاده همین سازمان قرار میگیرد از اینجا برنامه خود را پیشکش میکنند. و علاوه بر این همدیاران و هموطنان عزیز، سازمان جوانان که مرا همچون راهبر آن انتخاب کردن شورای این سازمان، من اول از شورای سازمان تشکر میکنم برای انتخاب راهبریت و اینچنین به دیگر مسئولانی که در اینجا انتخاب شدن کامیابی را آرزو میکنم و امیدوارم که میتوانیم با یک جایگی این سازمان رو در جایی که قرار داشت قرار بدهیم و بالاتر از اون هم برنامه ها و نقشه ها را بکشیم که بتوانیم و اون پیروزی و اون هدف والایی که داشتیم برسیم. و اعلان دیگری که من از اینجا همچون راهبر میخواهم به تمام بینندگان و شنوندگان و علاوه بر این بر ملت و حزب‌های سیاسی، سازمان‌های حقوقی و هر تشکیلاتی که نظری درباره تاجیکستان دارد بیان بدارم که ما سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان از این پس هیچ اختلاف در ساحه سیاسی حقوقی به هیچ سازمان و هیچ حزبی نخواهیم داشت و آماده‌ایم
با هر حزب و حرکتی که نیتی تغییردهی تاجیکستان را دارد، نیتی کمک برای این ملت را دارد، همکاری بکنیم و با اون تصمیم هایی که در گذشته با حرکت سیاسی گروه 24 گرفته شد ما آنها را باطل می نویم، چون مستقلیت خود را اعلان کردیم و بر اساس آنها پیش نمیریم و به همین خاطر ما فعالیت خود را دوباره در روسیه آغاز میکنیم و علاوه بر این با همه حزب ها و حرکت هایی که ما امکان ارتباط نداشتیم دوباره امکانیت خود را، یعنی ارتباط خود را برقرار میکنیم و به هر حزب و حرکت و سازمان و پیمان و انجمن و هر انسان هایی که یک جا تجمع میکنن و هدف دیگرگونی تاجیکستان را دارن در اونجا قرار خواهیم گرفت و مبارزه را ادامه میدیم از هر راهی که نباشه. در قدم اول جا دارد که من اینجا قید کنم که سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان یک سازمان حقوقی است و اگرچه در مسائل سیاسی خیلی دخالت میکند ولی ما در نقطه اول مسائل کمک کردن و آگاهسازی حقوقی اولین مردم برنامه اصلی من است و ما تصمیم میگیریم که در این موضوع بیشتر کمک کنیم، یعنی بیشتر تذکر کنیم، بیشتر وقت خودمون صرف کنیم و از این جانب بازم اعلان می‌داریم که هر برادری که در هر کشور، هر شهروند تاجیکستانی که در هر کشوری نباشد و با مشکلات روبرو هست میتواند با ما در تماس برآید. با برادر ما الهام خلیلوف که مسئول بخش حقوقی ما هست میتونن به ایشان در تماس برن و ایشان با دیگر برادرایی که با اون مسئول کردیم که کمکش بکنن اونها میتوانن اول کمک اولیه رو برای او پیشنهاد کنن، مشورت بدهند و اگر این انسان نیاز به حقوق شناس داشت، نیاز به دیگر کمک های داشت برای او پیشنهاد کنن و کمک کنن که بتواند در این ساحه از اون مشکلاتی که داره بر بگردن. ما عین حال که الهام خلیلوف در کشور بریتانیای کبیر در شهر لندن قرار دارند، از تمام کسانی که در کشور بریتانیای کبیر قرار دارند و نیاز به کمک دارن و جانشان در خطر است در تاجیکستان و نمیدونن به کجا مراجعت کنند، چون در این حالت به سفارت جمهوری تاجیکستان وقتی جانتون در خطر است مراجعت کردن نمیتوانید، میتوانید با برادر ما الهام خلیلوف مراجعت کنید و اینشان میتوانند برای شما کمک اولیه را برسانند و اگر به حقوق شناس لازم داشته باشید به حقوق شناس شما را معرفی بکنند و دسترسی پیدا کنند برای شما حقوق شناسی که میتواند شما را در پرونده خود کمک برسانند. و همچنان ما در کشورهایی که غیر از این بریتانیای کبیر است ما میتوانیم برای شما پیشنهادهای گوناگونی داشته باشیم، مشورت‌های حقوقی بدیم و اگر هر برادر و هر شهروندی که جانش در خطر است و نمیتواند تاجیکستان بر بگردد و به کمک نیاز دارد و کمک حقوقی میتواند بالای ما یک فکر مثبت داشته باشد با ما در تماس برآید، ما میتوانیم ایشان را در قدم اول کمک بکنیم. همونطوری که در فدراسیون روسیه ما برای تلاش‌های همه‌جانبه کوشش کردیم و امروز هم باز هم کوشش میکنیم که در این موضوع صحبت کنیم. خب این بود هموطنان و بینندگان عزیز یک شرح اعلان استقلالیت که من اهمیت آن رو خیلی مهم میدانم برای این سازمان، چون ما این سازمان رو نه تنها به خاطر اون اعلان کردیم که اختلافایی وجود داشته باشد بلکه سبب‌های اصلیش این از بین روی برنامه‌ها و در نظر مردم نتافتن برنامه‌های سازمان جوانان که این سازمان یک زندانی سیاسی یا که چندین زندانی‌های سیاسی دارد و در این راه قربانی‌های زیادی کرده است و ما خواستیم از طریق اعلان مستقلیت برنامه‌های خود را باز هم بیشتر کنیم، تأثیر بخش کنیم که بتوانیم به جامعه خدمت کنیم و دومین بار سازمان را با اون جایی که قرار داشت بر بگردانیم و بالاتر از این هم مبارزه خود را ادامه بدیم به اون هدفی که راهبر اصلی این سازمان در برآمدهای خود اعلان کردن مقصود ابراهیموف که ما اگر حکومت امروزه توانایی اداره این حکومت را ندارد سازمان آماده است که هماهنگ کند با ملت و یک حکومتی را بسازد که برای آینده این مردم مثبت باشد و کاربر باشد که بتواند کار مردم را حل کند. خب همدیران عزیز و گرامی قدر، همطوری که شما میدونید ما راهبرا را و مسئولان بخش را انتخاب کردیم و مسئول بخش اطلاعات ما برادر ما عبدالحی خلیفه هستند. شما میتوانید به ایشان درباره اطلاعات اگر
هر مواد داشته باشید، هر معلوماتی داشته باشید میتونید ایشان روان کنید و علاوه بر این اگر میخواهید که با ما در ساحه اطلاعات کار کنید، خبررسانی کنید و یا که تبلیغات کار کنید، میتونید به ایشان ابلحی در تماس برایید و ایشان میتوانند برای شما تمام کمک هایی که نیاز باشد انجام بدهند و با شما همکاری کنند در هر جایی که نباشد. من آماده هستم چون رهبر با تمامی سازمان ها از این پس همکاری بکنم با حزب های سیاسی و کاری کنیم که موقع سازمان را در جامعه جهانی و در جامعه تاجیکستان معرفی کنیم و نگاه بداریم. و همطوری که علاوه کردیم الهام خلیلوف میتواند در از دیدگاه حقوقی برای شما مشورتی حقوقی بتیان با اشخاصی که در اطرافش دارن و علاوه بر این با وکیل هایی که اگر شما با اون نیاز داشته باشید ما بازم الهام خلیلوف رو کمک میکنیم که برای شما وکیل پیدا کنند و برای شما کمک برسانند. همدیران عزیز، من میخوام در این جا چند نکته راجع به سازمان جهانان و صحبت کنم و از معلومات آنها برای شما برسانم. من در رسانه سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان که این حال من اون رو برای شما در پخش مستقیم میارم و نشان میتیم، همطوری که شما در بالای تلفن خود میبینید، این سامانه رسمی سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان است که از روز 24 انور فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و این سامانه قبلا هم فعال بود، ولی از این سنه یعنی رسما همچون سامانه رسمی این سازمان اعلان شده. شما می توانید توسط این وبسایت سامانه جوانان برای احیای تاجیکستان تمام معلومات های رسمی و علاوه بر این خبرها، عید حقوق و مشکلات مردم پیدا کنید. این سامانه همونطور که می‌بینید به 3 زبان، یعنی به زبان تاجیکی، به زبان روسی و علاوه بر این به زبان انگلیسی موجود است و همه معلومات هایی که می‌بینید شما میتونید از این سامانه پیدا کنید. و ما در این سامانه علاوه بر اینی که ما اخبارها را نشر میکنیم، همینطور راجع به فعالیت های این سازمان نیز زیاد نوشته کردیم. شما از جمله میتوانید این اخبار ما را درباره سازمان جوانان را مطالعه بفرمایید. در این سامانه، در این مقاله ما راجع به تمام تحولاتی که از سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان موجود است در اینجا برای شما نوشتیم و تمام معلومات های اون رو ذکر کردیم و برنامه ها، نقشه هایی که قبلا بوده نوشتیم و امیدواریم که ما در برنامه های بعدی انشاءالله که بازم مقاله های برای برنامه های بعدی خواهیم نوشت و کوشش میکنیم که برای شما بیشتر و بیشتر معلومات بدهیم. هموطنان عزیز، سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان که یک سازمان حقوقی و سیاسی است، در سال 2014 تشکیل شد. او با پیشنهادی کرامت شریپوف که ما در اداره ایشان اونجا تجمع کردیم، یک پیشنهاد کردن که جوانانی که اینجا آمدن باید یک سازمان تشکیل کنند تا اینه که از دیدگاه حقوقی بتوانند در فدراسیون روسیه فعالیت کنند. این پیشنهاد برای تمام جوانان بسیار مفید بود و قابل قبول بود. این را پذیرفتند و اون زمان ما با مرحوم عمرعلی قوتوف همکاری میکردیم و در برنامه نوی تاجیکستانی نو که در زیلا بود در اونجا صحبت میکردیم و این پیشنهادی مرحوم کرامت شریپوف به عمرعلی رسانیده شد و ایشان هم این رو دستگیری کردن و در نشست بعدی ما در اینجا اومدیم جوانان نشستیم و مقصود ابراهیموف رو همچون راهبر جوانان برای احیای تاجیکستان انتخاب کردیم و در اینجا 4 نفر دیگر اعضای این سازمان رسما برای پیشنهاد کردن اسنادها آماده شد و من را همچون معاونی اولی سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان اون زمان نامنویسی کردن. نسیم جان شریپوف که بعدا نماینده حرکت سیاسی گروه 24 در ترکیه بود که این حال در تاجیکستان به 20 سال محکوم شد، از او نماینده دوم این سازمان اعلان شد و یک برادر دیگه داشتیم که این حال از اسمش خودداری میکنیم که او یک نفر عادی، یعنی که برای به قیدگیری 4 نفر لازم بود، اسم اون نوشته شد و او را ما به دپارتمنتی به قیدگیری کشور روسیه روان
کردیم با کمک وکیل مشهور نیکلای نیکلایویچ که حالا بعضی از اشخاص خیانت او را آشکار کردند که او اگرچه همچون وکالت خود را اجرا میکرده است باز هم و بیشتری اشخاص خیانت میکرده است، به مانندی مقصود ابراهیموف راهبر جوانان برای تاجیکستان و بشارالدین گدایف که بعداً به روسیه سفر کرد و توسط همین وکیل گویا فروخته شد. حالا ما اتهام وارد نمی کنیم نسبت این شخص تا زمانی که دلایل های مثبت، یعنی دلایل های اثبات کننده در دست ما نباشد، ولی به هر صورت این واقعه رخ داد و یعنی وکیل معروف نیکلای نیکلایویچ به ما کمک کرد از دیدگاه حقوقی که ما این درخواست خود رو به روسیه روان کردیم برای به رسمیت شناختن، ولی متاسفانه بعد از یک مهم ما را رد کردن و دوباره ما شکایت کردیم که این دیده شود و این تا سنه به نظرم اشتباه نکنم 9 اکتبر بود یا دیرتر از آن نگاه داشته شد و بالاخره اخیراً این رو باز هم رد کردن و ما را در فدراسیون روسیه به رسمیت نشناختند. سازمان جوانان برای تاجیکستان نوابسته از آنه که به رسمیت شناخته نشد در فدراسیون روسیه، اما مبارزه خود را در این کشور خیلی مهم و تاثیر بخش ادامه داد. در یعنی یک از کارهای مثبتی که در اینجا صورت گرفت این در تاریخ 2 سپتامبر سال 2014 بود که سازمان با این گرد همایی‌ها با این دعوت‌هایی که داشت از دیدگاه حقوقی، یعنی کوشش میکرد که با مقامات روسیه تاثیر برساند، تا اینه که یک گفته شنیدی بین حکومت دیکتاتوری مالی رحمانو و سازمان برقرار کند که ما بتوانیم از طریق حقوقی و قانونی به حکومت برسیم. یک میز مدور تشکیل کردن، یک کنفرانس تشکیل کردن که در اون کنفرانس در شهر مسکو، یعنی در تاریخ 2 سپتامبر برگزار گردید. در اونجا بیشتری از نمایندگان کلیدی فدراسیون روسیه اشتراک کردند و از تاجیکستان معاونی سفیر پیشین محمد اگمزاد آمده بود، در اونجا اشتراک کرده بود. شما عکس‌ها و نوارهای کوتاهی از این ملاقات هم می‌بینید. اینجا اشتراک کردن و در اینجا مقصود ابراهیموف و چندین نمایندگان سازمان جوانان برای تاجیکستان صحبت کردند، سخنرانی کردند. این بسیار یک میز مدوری خوبی بود که ما توانستیم از دیدگاه یعنی مبارزه عمیق خود و سخت خود روسیه را فشار بیاریم که این میز مدور رو تشکیل بکنند. خب متاسفانه تمامی تاثیرهایی که در اینجا موجود بود، یعنی وعده هایی که در این کنفرانس از جانب محمد اگمزاد یعنی معاونی سفیر در فدراسیون روسیه به این جوانان داده شد و تمام نمایندگان این فدراسیون روسیه اون وعده داد، قول داد که ما با این جوانان همکاری خواهیم کرد و این جوانان رو کمک خواهیم کرد. و وقتی که ما در کنفرانس بیرون برآمدیم، جوانان واقعا محاصره کردن محمد اگمزاد رو و در اونجا واقعا بلوش فشار آوردن که شما با علاوه اینه که ما در اینجا اومدیم با شما صحبت کنیم و شما را بگیم که شما کارهای غیر قانونی میکنید، شما بالای خانواده ما فشار میارید. اینجا اونها مثال خواستن که مثال کی است. در اونجا من مثال آوردم که خانواده ما رفتن، در اونجا شریف سلطانوف که بعداً بخشش پرسی تاجیکستان رفت، او مثال آورد که خانواده و ده ها بچهای دیگر در اونجا مثال آوردن که خانواده های ما را ظلم کرده است. یعنی او وعده داد که در کوتاه‌ترین فرصت این مشکلات حل می شود و هیچ نفری در خانه شما نمی رود. بعد از آنکه این کنفرانس تمام شد و همه رفتن به خانه خود، از فردا نه اینکه این فشار کمتر شد بلکه بالاتر شد و شروع کردن باز به تهدیدهای بیشتر و بیشتر. خب ما دیدیم که از این طریق نمی شود. برادر ما سهراب ظفر، رهبر حرکت سیاسی، رهبر زندانی حرکت سیاسی گروه 24 که در اون زمان در مسکو قرار داشتن، ایشون یک پیشنهاد خیلی خوبی کردن. اونا گفتن که ما در این کشور اونقدر وقت زیاد نداریم، بیایید یک کاری میکنیم که حتی امکان مؤثرتر باشد، یعنی بهتر باشد از این چیزی که این حال، چون ما میبینیم که اینها با این فشارهای دارن با ما بازی میکنن و روز میشود که ما را میدزدن تاجیکستان میبرن و بیایید یک کار تاثیر بخش میکنیم که حتی امکان یک قوی تر باشد. اون پیشنهاد کرد که بیایید تظاهرات ها را در تمام شهرهای فدراسیون روسیه انجام میدیم. این پیشنهاد واقعا قبول شد و سرمایه هم براش پیدا
شد و برادرها خیلی کمک کردن برای این تظاهرات ها. در سال 2014 با همکاری حرکت سیاسی گروه 24 سازمان جوانان برای تاجیکستان یک گردی همایی تشکیل کرد در شهر نوسیبیرسک، یکاترینبورگ، سمرا و دهها شهرهای دیگر که در اونجا تمام جوانان جمع شدند و ما توانستیم حد امکان یک تظاهرات بزرگی داشته باشیم که اون تاثیر داشته باشد. و واقعا این کار حکومت دیکتاتور امالی رحمانوف را چنان به لرزه در آورد که آنها شروع کردن با تمامی یعنی زوری و توانایی خود فشار آوردن بالای هر کسی که حتی در همین کنفرانس اشتراک کرده است. یعنی بیشتری از کسانی که در این کنفرانس اشتراک کرده بود، نه همه آن آماده بود شاید که از طرفی یعنی در مقابل طرفداری ما باشه، شاید آماده بود که نسبتی کارها و فعالیت ما سوال دارد. اون زمان سازمان جوانان برای تاجیکستان یا حرکت سیاسی گروه 24 در تاجیکستان ممنوع نبودند و چون این یک کارا کردن جرم نبود و هر کسی میتوانست بیاید در چنین یک نشسته اشتراک کند و از نمایندگان این سازمان ها از هدفهای آنها، از برنامه‌های آنها سوال کند که شما اینجا آمدید چی برنامه و چی نقشه دارید و چی میخواهید در تاجیکستان انجام بدید. این کار غیر قانونی نبود، اما حکومت دیکتاتوری امالی رحمانوف متاسفانه این کار را ادامه داد و چند یعنی جوانانی که در همین کنفرانس ها اشتراک کردن ناپدید گشتن و ظلم شدن نسبت آنها و هر راهی کردن که اینها را چکار کنن، زندان کنن. ولی این تهدید و فشارها باعث گشت که بیشتر نمایندگان سازمان جوانان برای تاجیکستان از فدراسیون روسیه خارج شوند به کشور ترکیه و دیگر کشورها بروند. ولی مقصود ابراهیموف، من و نسیم جان شریفوف و دیگر بچه‌هایی که در اونجا فعالانه مبارزه می‌بردیم اون کشور رو ترک نکردیم و در فدراسیون روسیه ایستادیم. همین طریق در تاریخ 9 اکتبر سال 2014 که بعد سازمان حرکت سیاسی گروه 24 را همچنین یک حرکت اکستریمیستی و افراطی در تاجیکستان ممنوع اعلام کردن و ما را همچون یک زیر دست این حرکت سیاسی گروه 24 در اونجا نوشتن که اینها یعنی گروه 24 هستند و از این طریق در تاریخ 10 اکتبر که اونجا در تاجیکستان میتینگ اعلان شده بود و این میتینگ یا این تظاهرات در تاجیکستان برگزار نشد و فشارها از اینجا بیشتر و بیشتر شد و فکر کنم روز 11 اکتبر بود الکی که همون روز 10 بود عبدالرحیم واسع یکی از نمایندگان سازمان در روسیه دستگیر کرده شد و او زندان شد. این اولین نماینده ما بود که در فدراسیون روسیه دستگیر کرده شد و وقتی که ما با وکیل خودمون که اون زمان نیکلای نیکلایویچ بود زنگ زدیم و گفتیم که یکی از نمایندگان ما در روسیه دستگیر شده است و او باید کوتاه‌ترین فرصت آزاد کرده شود. در اونجا پیشنهاد شد از جانب همین نماینده‌های روسیه و نیکلای نیکلایویچ، حالا با من این حرف هم مقصود ابراهیموف رسان که روس ها یعنی همین کسانی که ما با اینها همکاری داریم میگویند که عبدالرحیم واسیوف این یک بوزی حکومت تاجیکستان است و ما برای بهتر ساختن وضعیت شما بین شما را تازه میکنیم و هر کسی در بین شما یعنی بوزی حکومت است و یا اینکه خائن است اون را ما دستگیر میکنیم. این چیزی را که وقتی که به من مقصود ابراهیموف رسان، من دقیقاً در همون لحظه به مقصود ابراهیموف گفتم به رهبری جوانان برای تاجیکستان که این کار خلاف معیارهای داخلی است و نباید که ما این کارها را انجام بدیم، زیرا وقتی که ما اجازت دادیم یکی از ماها دستگیر کرده شود مطمئن باشید که فردا دیگر دستگیر کردن شروع می شود به هر بهانه ای که نباشد. از همین طریق اینها یعنی پیشنهادی که کرده بودن گفتن که اینها بوز هستند، ما گفتیم که اگر هر چی که باشد ما خودمون حل میکنیم، اگر که ما در مابین خائن داریم شما دلایل ها را برای ما پیشنهاد کنید و ما مشکلات داخلی خودمون حل میکنیم. ما نیاز نداریم که شما یک نفری ما را دستگیر بکنید. مهم همین است که شما برای ما آشکار کنید که فلان نفر خائن است و با حکومت تاجیکستان کار میکنه. همین طریق این وقتی که ما این حرفا را به حکومت روسیه و اون نمایندگانش رساندیم، آنها آغاز کردن به حرفایی که
خب دیگه این ما این کار کردن نمیتونیم، فلان کار کردن نمیتونیم، فلان و بیسمدان. خب معلوم شد که عبدالرحیم واسع هم یک خائن حکومت نبوده است، بلکه یک جوان مبارز، یک توانمند، یک فرزندی این وطن، ولی او را به خاطر تنها مبارزش و فعالیتش در این کشور فدراسیون روسیه در مقابل حکومت تاجیکستان که مبارزه می‌برد دستگیر کردن و زندان کردن. خب بعد از عبدالرحیم واسعوف دیگه شروع شد سلیمان جابیروف، شریف سلطانوف یا عبدالرحمن غرمی و دههای دیگر دستگیر کرده شدن، شیروز کامیلوف، دههای دیگر. همه خیلی اینا را بردن. حالا بعضی‌هاش از حرکت سیاسی گروه 24 بودن، بعضی‌هاش از سازمان جوانان برای حیات تاجیکستان. همین اینها را بردن در فدراسیون روسیه دستگیر کردن و زندان کردن. خب علاوه بر همین باز هم مسعود ابراهیموف روسیه رو ترک نکرد، من روسیه رو ترک نکردم، نسیم جان روسیه رو ترک نکرد. ولی در تاریخ 21 نوامبر بود اگر اشتباه نکنم، متاسفانه یک سوءقصد بیرحمانه به جان رهبر سازمان جوانان برای تاجیکستان رخ داد که در آنجا مسعود ابراهیموف با 6 کارت زخمی شد و ما اون زمان با محمد صابر عبدالقهار در شهر مسکو قرار داشتیم و من به ایشون زنگ زدم، گفتم چون این حالت ها رخ داده است. ما با محمد صابر عبدالقهار اومدیم در ماشین، من رفتیم به نزد خانه مسعود ابراهیموف که الکی در اونجا کسی نبود و مسعود رو الکی برده بودن. ما پرسان کردیم، گفتن که به کدام بیمارستان و ما با محمد صابر عبدالقهار اومدیم به همین بیمارستانی که مسعود رو در اینجا کار زده بودن. در نزد بیمارستان ایستاده، مقصود بیهوش بود. تقریبا ساعت 12 شب بود اشتباه نکنم. ما اومدیم بیمارستان 12 هم خیلی بود، مقصود ساعت 11 شب به نظرم کار زده بودن. ما اومدیم در نزد بیمارستان ایستادیم تا صبح ساعت‌های 5 6 میشد. صبح ساعت‌های 5 6 صبح یک چند ملیسه آمد و ما را پرسید که شما کی هستید؟ ما گفتیم که ما اعضای سازمان جوانان برای تاجیکستان هستیم و در اینجا آمدیم برای برادرمون که مسعود ابراهیموف کارت خورده است تا اینکه از احوال او خبر شیم که در چه حالت قرار دارد. دکترها ما را گفتن که او در حالت کام، یعنی در حالت بیهوشی قرار دارد و توانایی صحبت کردن ندارد و ما شما را اجازه نمیدیم که این حال او را ببینید و ما منتظر هستیم که کی ایشان به هوش بیایند و ما ایشان را ببینیم. اینا هیچی نگفتن و همونجا ایستادن، یعنی نرفتن. همین لحظه بود که ما به نظرم کسی مو میخواست بیرون بره و یا اینکه باد هوا بگیریم که الکی اینو ما را نگذاشتن برویم. پس معلوم شد که اینها ما را همونجا در داخل بیمارستان زیر نظارت قرار دارن و نمیگذارن که ما بیرون بریم، یعنی دستگیرمون کردن. خب تا ساعت‌های به نظرم یک 6 7 در اونجا ایستادیم و بعد ما را گرفتن بردن اداره پلیس با محمد صابر عبدالقهار و در اداره پلیس ما را حدودی 3 تا 5 ساعت دستگیر کردن و در اینجا ما را بازپرسی کردن کی هستیم چی هستیم و زیاد چیزا تا زمانی که مسعود ابراهیموف به هوش اومد و وقتی که گفتن که این نفرا کیا هستن، وقتی با گفت که اینا نزدیکای من هستن و برادران من هستن، بعد ما را از اداره پلیس جواب دادن و ما بازم دوباره در ماشین شیشتیم خیستیم اومدیم همین بیمارستان و با تلفنی که از پایان است با مخصوص صحبت کردیم. اجازت مو ندادم وارد شیم ولی صحبت کردیم. بعد به من گفت که لباس لازم داره، لباس‌های اولیه، چون در داخل بیمارستان است و من رفتم. بعد محمد صابر عبدالقهار در خانه‌اش پرتافتم و رفتم بازار، از بازار لباس و چیزایی که اون به من دستور داده بود اون چیزا رو خرید کردیم اومدیم به بیمارستان و بار اول در اینجا مرا اجازه دادن که وارد اتاق شم و مسعود ابراهیموف رو از نزدیک ببینم و در اونجا مسعود ابراهیموف در زلا با مردم یک سلام علیک کرد، یک صحبت کوتاهی هم کرد. اگرچه متاسفانه این صحبت ها با سبب اینه که یوتیوب ها از بین رفتن، یوتیوب ها را بلاک کردن، این پاک شد، ولی اون یک صحبت کوتاهی در اونجا کردن و این صحبت باعث گشت که وقتی دفعه دوم من خواستم برم مسعود ابراهیموف رو از پیش ببینم اجازه برای من ندادن، گفتن که نه دیگر اجازه نیست. خب به هر صورت طول 1 ماه 10 روز مسعود ابراهیموف در همین بیمارستان بودن. بعد از آن از بیمارستان رخصتی گرفتن، یعنی جواب شدن و من مخصوصا چند مدت مسعود رو در شهر مسکو کمک میکردم برای طرف رفتن تو اینی که موردی حمله قرار نگیرد و ما یک نامه دیگری توسط همین
وکیلش نیکلای نیکلایویچ با حکومت روسیه و با پلیس حکومت روسیه شهر مسکو و پلیس شهر مسکو روان کردیم که جون مقصود ابراهیموف در خطر است و شما باید او رو کمک بکنید و محافظش بدهید که این بار نسبت او حمله صورت نگیرد. ولی ما در این درخواستی که روان کرده بودیم رد گرفتیم و برای مقصود گفتن جانش در خطر نیست است و هیچ عاملی وجود ندارد که ما برای شما یگان محافظ بتیم. خب همین طور تو 31 دکبر سال 2014 مبارزه ادامه داشت. سال 2030 دکبر سال 2014 که 4 تا اعضای حرکتی سیاسی گروه 24 در ترکیه دستگیر کرده شده بودند که به شمول سهراب ظفر راهبر زندانی سیاسی گروه 24 و راهبر مرحوم اولی و گروه 24 یعنی عمر علی قوت خدا رحمتش کند دستگیر کرده شده بودند و من با نمایندگی از سازمان جوانان برای تاجیکستان یک تظاهرات تشکیل کردم در شهر مسکو که تا حالی هم عکساش هست و در سومونها هم نشر شده است. اون ما رفتیم در نزد سفارت ترکیه در شهر مسکو یک تظاهرات کردیم و بعد از اونجا برگشتیم اومدیم به نزد سفارت تاجیکستان بازم یک تظاهرات کوتاهی دیگه کردیم که ما رو در اینجا با 2 نفر دستگیر کردن. من با یک همراه خودم اگرچه ما در اینجا زیاده از 20 نفر بودیم ولی 2 نفر ما رو دستگیر کردن و ما رو بردن بازم همون بازپرسی. ولی بعد از اونی که ما رو به اینجا بردن بعد از 4-5 ساعتی بازپرسی یکی از نمایندگانی همون پلیس شهر مسکو که قبلا ما رو بازپرسی کرده بود این بار اومد وقتی که ما در تاریخ اشتباه نکنم 20 ایون یا که 30 ایون سال 2014 یک تظاهرات در نزد سفارت داشتیم و ما رو بردن در اونجا 5 ساعت منع کرده بودن. در اونجا من مقصود ابراهیموف خب تقریبا 10-15 نفر بودیم دستگیر شده بودیم و همین انسان بعد از 5 ساعت بازپرسی ما رو جواب دادن. اینو میخواستن ما رو جریمه کنن ولی وقتی از بالا روسا گفتن که جریمه شو نکنیم ما رو به جریمه باز کردن. این وقتی اومد ما رو دویم بار دید با این نفر گفت که دیگر این نفر رو باز کنین. گفت به کارهاز از بالا بازم فرمان میتین که اینا رو جریمه نکنین بازشون کنین پس بازشون کنین برون خودمون اذیت نکنیم. مرا باز کردنی بودن که یکی از نمایندگانی چه معرفی کرد از بخشی تروریستی ضد تروریستی چون چیز یک از نهادهای در یادم نیست. باز دوباره اومد من منع کرد اجازت نداد. امرا ما جواب دادم برم ولی مرا منع کرد و از من در موردی همین تروریست و این چیزها خیلی زیاد پرسید ولی من با او صحبت نکردم. تو وکیل برای من نتی این موضوعی نیست که من با تو صحبت میکنم. تقریبا 2 ساعت مرا منع کرد ولی من 2 ساعت با ایشان صحبت نکردم. گفتم برای من اول وکیل بیتی. اونم وکیل نگرفت. بعد از 2 ساعت بالاخره مرا جواب دادن و بعدا من یک پیام گرفتم از برادر سهراب ظفر که من باید روسیه رو ترک کنم به خاطری که این تظاهرات اخیر شدگی است جان مرا در خطر میگذاره در فدراسیون روسیه و من باید روسیه رو ترک کنم. من در تاریخ 31 دکبر با محمد صابر عبدالقهار روسیه رو ترک کردم و اومدیم گرجستان. از طریق گرجستان یک شب ایستادیم. شب 31 یعنی همون شب 31 مالکی و شب 31 یکم در گرجستان بودیم. بعد از گرجستان گذشتیم رفتیم ترکیه. وقتی که من در ترکیه رفتم و مدت 10 روز ایستادیم بعد از 10 روز برای ما مشرف شدیم و رفتیم برادر سهراب ظفر و دیگه برادرای زندانی استاد مرحوم عمر علی قوت رو از نزدیک ببینیم. و در اونجا وقتی که من عمر علی قوت رو پرسیدم که شما گفته بودید که من ترک کنم روسیه را، ایشون گفتن که نه. بعد برادر سهراب گفتم که خب باید اول یه بار مشورت می‌کردی اینا برای من دیگه. من فکر کردم که از جانب عمر علی این معلومات رسیده است و من باید این را به این خاطر ترک کنم یعنی روسیه را. دیگر من تصمیم گرفتم که دومین بار روسیه بر بگردم و مبارزه را در روسیه ادامه بدم و من در تاریخ 15 ژانویه سال 2015 ترکیه را ترک کردم. دومین بار برگشتیم روسیه. اومدیم در روسیه روز 16 بود به نظر اشتباه نکنم یا 17 با مقصود ابراهیموف یک ملاقات داشتیم. مقصود ابراهیموف همون ضربه و اولی هم در بدنش بود و صحبت کردیم و ایشون گفتن که باید بروند تمام اسنادهایی که از درخواست کردگان ردیه اونها را از نیوز بگیریم و ما باز
بتوانیم یا شکایت بنویسیم و یا اینه که اگه کاری کنیم که بتوانیم مشکلات خودمون رو حل بکنیم. من مقصود ابراهیم گفتم که بیاد یک کار دیگر میکنیم، بیا فضا را بیاموزیم و اگر ببینیم که واقعا در روسیه دیگه جایی برای ما مونده نباشد ما روسیه رو ترک کنیم. مقصودم گفت که من یک ملاقات خیلی مهم دارم فردا، این ملاقات من انجام میدیم، بعد از این ملاقات من برای تو میگم که ما روسیه رو ترک میکنیم یا نمیکنیم. فردا بازم ما بعد از اون که مقصود ملاقاتش انجام داد و بعد از ملاقات بازم ما با مقصود ابراهیم فرداش ملاقات کردیم، صحبت کردیم. مقصود بسیار با یک روحیه بلند و برای من وعده کامل داد که برای ما بسیار یک وعده دقیق داده شد و بسیار کارهای مهمی است که باید ما انجام بدیم و میسیای ما بسیار میسیای وزمین است و باید کم اینجا بمونیم. من مقصود گفتم که مقصود برادر این وعده ها رو ما در گذشته شنیدیم و دیدیم، بیا یک کار میکنیم، بیا علاوه اینه که ما با وعده های اینها کار میکنیم، بیا آیسته آیسته ویزاهامون یا اینکه اگر راهی برای آمدن آیسته آیسته ببینیم که گفته نمیشود، اگر دیدیم که اینها به وعدهشون نایستادن، خیانت کردن چون در گذشته کردن، ما از این کشور ترک کنیم. و همچنان پیشنهاد کردن که بیا تمام بچه‌هایی که زندانی هستند بگو اگر شما وعده هاتون واقعا واقعی هست همون بچهای زندانی ما رو باز کنیم. مقصود به این چیز راضی شد و ما تصمیم گرفتیم که در دو بخش کار میکنیم. اول در بخشی که ما برای برومدن خودمون اومده میشیم، در بخش دومی که ما با روسا دیمباره صحبت میکنیم، میگیم تمام بچهای زندانی را باز کنن اگر اینو راست میگن. بعدن روز 19 ینور مقصود ابراهیموف با علاوه اینه که از تاجیکستان تهدید شده بود که اگر باری دیگرش خود در زیلو برآمد بکنی ما یا میکشیم یا نابودت میکنیم. روز 19 مقصود ابراهیموف در زیلو برآمد کرد و این تقریبا شام بود و روز 20 باید ما با مقصود ابراهیموف به شهر مسکو به مینیوس میرفتیم. همون اسنادایی که برای مراد داده بودن ما اسنادا رو میگرفتیم و نسبتی برای اومدن ما یک چیزهای مهمی که به ما نیاز بود اونها رو باید برمیگرفتیم در دستمون. روز 20 من صبح با یکی از برادرها در یک چایخانه نشسته بودم، چای می نوشیدیم. مقصود ابراهیموف در تلفن جواب نمیداد، هم قدر زنگ میزنم جواب نمیداد و من تقریبا ساعت 12 بود که از جانب یکی از خانم ها زنگ گرفتم که مقصود ابراهیموف ناپدید شده است و او در تلفن ها نیست و در خونهش نیست. بعدا من به نیکلای زنگ زدم و گفتم که ما عین حال آماده هستیم. اونجا بچه‌ای که از سازمان جوانان بودن گفتن ما آماده ایم که بریم عین حال تظاهرات کنیم در هر کجایی نباشد. ما گفتیم میریم در مسکو یک تظاهرات میکنیم و در اونجا خانه میزنیم، نمیخیزیم از جامون نمیریم تا زمانی که مقصود پیدا نکنن. ولی نیکلای بومو یک وعده قوی داد که نه، این حالت ها وجود ندارد و مقصود ما در کوتاه‌ترین فرصت پیدا میکنیم. ولی متاسفانه بعد از 4 روز، روزی 24 ینور معلوم شد که مقصود ابراهیموف الکی در تاجیکستان است. بعدا دیگه از اونجا باوری من با نیکلای از بین رفت و من روزی 31 ینور همون سال روسیه را ترک کردم. دیگر باور اعتمادم به اینها نموند و روسیه را ترک کردیم و تمامی جوانان یعنی اعضای این سازمان اعلان کردیم که باید روسیه را ترک کنید. روسیه دیگر جای مبارزه نیست. البته بعضی از آنها موندن نخواستن ترک کنن، خلا با باوریایی که با سبب پاسپورت و دیگر چیزا داشتن ولی روسیه را ترک کردن. این موندن بعضیش روسیه را ترک کردن. خب دیگر همین طریق ما اومدیم در اروپا مبارزه خود را آغاز کردیم بعد از ناپدید شدن مقصود ابراهیموف و در حالتهای مشکلی که اومد این بود که در ماه مارس بود یا اپریل مرحوم عمر علی قوتوف شهید کرده شد. شهادت ایشان یک ضربه خیلی قوی در داخل این سازمان ها زد، چون اون زمان ما با هم مبارزه می بردیم و سازمان ها پای در هم یعنی با مشکلات عمیقی روبرو شدن و در اینجا راهبر شراف‌الدین گدایف انتخاب کردن، معاون صابر ولیف و همین طریق سازمان جوانان با همین گروه
24 و آزادی عدالت و وطندار یک انجمن نیروهای سوزنده تاجیکستان رو تشکیل کردند و وارد این انجمن شدند. خب در انجمن مبارزه خود را ادامه دادن. سامانه انجمن تا حال فعال است و مبارزهش ادامه دارد، یعنی سامانهش فعال است تا حال. میتوانید شما ببینید مبارزه همون دورانی که موجود است. ولی متاسفانه در سنه 24 اپریل سال 2015 یک باره شورای انجمن تصمیم گرفت که از نام سازمان جوانان برای یوهای تاجیکستان یک تغییراتی را در وجود این سازمان به میان بیارد، چیزی که من همچون یک معاون اول و نسیم جان شریف معاون دوم به خبر بدیم که چون این یک اتفاق در سازمان افتاده است و سازمان رهبرش تغییر کرده. در اونجا مقصود لنگریف رهبر سازمان جوانان و محمد صابر عبدالقهار معاون آن تعیین گردید، چیزی که من همون ساعت وقتی که این رو از رسانه ها خواندم در فیسبوک خود نشر کردم و این رو رد کردم، گفتم که سازمان جوانان چنین یک تغییراتی وارد نکرده است و انجمن که یک نهاد اتحاد کننده سازمان هاست حق دخالت در شوراهای هیچ حزب و حرکت را ندارد. یعنی حق ندارد که رئیس یک راهبر را انتخاب کند، رئیس یک سازمان را انتخاب کند. سازمان ها حق انتخاب رئیس انجمن رو دارند، ولی انجمن که جزء تمام حزب‌های سیاسی حقی ندارد یک حزب سیاسی راهبرش را انتخاب کنند، چون یک حزب حرکتی هدفهای خود را دارد. از همین طریق این غیر قانونی بود و این رو من رد کردم. و بعدا در همون سالها، یعنی در تاریخ اکبر اشتباه نکنم، یعنی سال 2016 در 31 ینور بود، سازمان گروه 24 با حرکت سیاسی گروه 24 با سازمان جوانان بازم با اختلافایی که در داخل از انجمن اومد از همین حرکت یعنی خارج شدن و واردی یعنی با حرکت سیاسی گروه 24 مبارزه خود را ادامه دادن. بعد از یک مدت یک مقاله رسمی از جانب حرکت سیاسی گروه 24 و سازمان جوانان نشر شد که اونها تصمیم گرفتن که سازمان جوانان و حرکت آزادی عدالت و از گروه 24 زیر یک پرچم ادامه میتین و سازمان جوانان در بخش کدرها یعنی کدرسازی جوانان و آزادی عدالت در بخش اطلاعات و گروه 24 در دیگر بخش ها کار میکنن. یعنی بخش ها را تقسیم کردن و بین خود مبارزه را ادامه دادن. و همین طریق مبارزه بعد از این قرار همون طور رفت که دیگر بیشتری از شما میدونین که دیگر ما با وظیفه‌های گوناگون در حرکت سیاسی گروه 24 شامل شدیم و مبارزه را ادامه دادیم. و من نماینده گروه 24 در بریتانیای کبیر بودم، سخنگوی گروه، اعضای شورا و این طریق ما مبارزه خود را ادامه دادیم تو این مدت. البته گاه‌ها نفهمی موجود بود، ولی به هر صورت مبارزه ما تو همین نفهمیایی که در بعد از نوپدید شوی سهراب ظفر به میان آمد پیش برد و ادامه داد. خب بعد از این نفهمیایی که در حرکت سیاسی گروه 24 به میان آمد و هر کسی خود را همچون یک راهبر در این سازمان دید و تلاش کرد که حرفای دیگران را گوش نکند و همون طوری که میخواست مبارزه خود را ادامه داد و فکر کرد که عقل کول است و با فکر و نظر و عقیده های دیگر رو کار نکرد. البته بغض، عداوت و کینه در بعضی از اشخاص که قبلا موجود بود باعث گشت که همین نافهمی بیشتر شود و حرفای زیاده از 10 تا 15 نفر شنویده نشود. وقتی که سازمان این مشکلات و این نافهمی ها را دید، بر اساس همین برای حرکت سیاسی گروه 24 وقت داد که این مشکلات حل خودش پیدا کند و تقریبا زیاده از 5 ماه میشه 6 ماه میشود که فرصت های خیلی خوبی بود برای یکدیگر فهمی و باز هم حل این نافهمی ها. ولی متاسفانه باز هم این نافهمی ها همونطور ادامه داشت و به این اساس سازمان دومین باره تصمیم گرفت که مستقلیت خود را اعلان کند و از سنه 24 ینور سال 2025 مبارزه خود را پیش ببرد و هدفهای خود را معین کند و بدون یگان اتحادیه، بدون یگان سرپرستی، بدون یگان
اشخاصی که بالای او تاثیر بگذارند مستقلانه مبارزه را ادامه بدهید. و این حال ما برنامه‌ها و نقشه‌های خود را پیشنهاد خواهیم کرد و مبارزه خود را در راه آزادی تاجیکستان، در راه کمک به ملت و مردم ادامه میدیم. من همچون رهبر این سازمان کوشش میکنم که برای آینده، یعنی در آینده نقشه این سازمان رو چارچوب، یعنی پیشنهاد بکنم و طرز اداری این سازمان رو یک چارچوب را معین بکنم و تمام مسئولیت هایی که موجود است برای یعنی در دوش من اونها رو اجرا بکنم و بتوانم که برای مردم یک فایده از طریق سازمان برسانیم. حالا سازمان جدیداً مستقل شد و من عین حال برای شما فقط قدر میتوانم بگم که بعد از آن که شورای سازمان تصمیم گرفت که باید وبسایت و دیگر سامانه ها تشکیل کرده بشوند و من در تشکیل این چیزها عین حال همطوری که شما دیدین من سامانه رسمی رو برای شما پیشنهاد کردم، سامانه یوتیوب ما هست، سامانه فیسبوک ما هست و سامانه اینستاگرام ما و در بخش دیگر کارهایی که باید در سازمان انجام داده شود مسائل آیین‌نامه و دیگر چیزهایی که موجود باید باشد در کوتاه‌ترین فرصت من اونها را چارچوب میتیم و سازمان میتیم و کوشش میکنیم که اون برای ما یک چیز مهم و مفیدی باشد. این انشاءالله که در کوتاه‌ترین فرصت انجام داده می شود و من تمام بخش ها را ترتیب میتیم و سازمان آماده است از پس اعضاهای نوی را به صف خود جلب کند و هر کسی که امروز میخواهد با سازمان ما همکاری کند اعضای سازمان ما شود و یا اینی که در کدام بخش کار بکند ما آماده ایم کمک بکنیم، ما آماده ایم همکاری بکنیم، ما آماده ایم اعضا قبول بکنیم و سازمان رو با یک جایی که با مردم پیش ببریم. عین حال ما در دورانی پیش قرار نداریم، در دوران شوروی قرار نداریم یک حزب یک جریان فقط خودش کادر بسازد و فقط از اون کادرهای ساخته خود بردارد در وظیفه بگیرد. عین حال در عصر 21 تمام احزاب‌های سیاسی، حکومت‌ها از ملت کادر میگیرند، یعنی کادری که ملت خودش ساخته است با بودجه مردم از همون جا کار میکند کادر میگیرد و مبارزه خود را ادامه میدهد. بر اساس همین ما با ملت مراجعه میکنیم و با مردم میگیم که ان شاءالله ما آماده ایم که با شما همکاری کنیم و شما را کمک بکنیم و از شما هم کمک طلب داریم که با ما همکاری بکنین، بیاین اعضای سازمان بشین، بیاین در یک بخش کار بکنیم، بیاین کمک کنیم که کوشش کنیم که یکدیگر رو کمک برسونیم. هدفهای اصلی ما در قدم اول این رسانیدن حقوقهای اولیه، یعنی مشورت‌های حقوقهای اولیه است، آگاهی حقوقی، آگاهی سیاسی، آگاهی فرهنگی و خودآگاهی ملی است. ما در این چند نقطه کوشش تلاش میکنیم که با ملت کار بکنیم. تمام کسان و اشخاص را کمک میکنیم و اونها را به این چیز وظیفه دار میکنیم که در آینده و هر کسی که از شهروندان تاجیکستان که در حالت پستی قرار گرفت همین کمک ما به شما رساندیم شما به دیگران میرسانید. این طوری نیست که ما اشخاص را که کمک میرسونیم از حقوق اولیه‌شان اونها را برخوردار میگردانیم، آگاهیشون را بالا میبریم، اونها به همین فراموش کنن. نه، ما اونها را موظف میگردانیم که باز هم این کاری را که ما به شما کردیم به دیگران هم بکنین، همین طریق ملت را از این راه ظلم و ستم نجات بدیم. ما کوشش میکنیم که از طریق سازمان به تمام کشورهای ابرقدرت و سازمان‌های با نفوذ مراجعت کنیم و برای تاجیکستان و برای شما برنامه و نقشه‌ای را پیشنهاد کنیم که اونها بتوانند به ما کمک برسانند و ما از طریق اونها بتوانیم چور کنیم، یعنی از طریق شما و خودمون برنامه‌های خود را به اونها پیشنهاد کنیم و تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی از دیدگاه مثبت معرفی بکنیم. چون امروز متاسفانه همونطوری که می‌بینید در تمام جا اسم تاجیک به بدی و ذلت قرار گرفته است. هموطنان و همجوران عزیز، هر کسی که در فدراسیون روسیه هستین با ما مراجعت بکنین و ما کوشش میکنیم که با شما در هر سمت نباشد کمک بکنیم، در سمت حقوقی باشد، در سمت هماهنگی باشد و این چونی از شما خواهش میکنیم که با ما همکاری کنید. سازمان ما عین حال در تاجیکستان در یگان جای ممنوع نیست و ما تا قدر توانایی میتوانیم که با همه ساختارها کار بکنیم
ساختارهای مخالف ما کوشش تلاش میکنیم که با کشورهایی که نفوذ دارن با اونها هم کار بکنیم و حکومت تاجیکستان رو مجبور کنیم که در قدم اول اصلاحات را به میان بیارد. در صورت نوآوردن اصلاحات ما کوشش میکنیم، فشار میاریم از هر راهی که نباشد ما حکومت را چیکار کنیم، مجبور کنیم که تغییر پیدا کند. اگر تغییر پیدا نمیکند استعفا بدهد که جوانان و مردم این حکومت را به دست بگیرن و آیندهشون خودشون بسازن. همدیاران ما تقریبا 1 ساعت می شود در پخش مستقیم هستیم. من چند چیز دیگر را برای شما در سامانه سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان معرفی میکنم. حالا سامانه را ما کوشش میکنیم که باز هم بهتر و خوبتر برای شما پیشنهاد کنیم که از طریق سامانه شما بتوانید با ما تماس بگیرید، از طریق رسانه شما بتوانید برای از معلوماتی که لازم باشد پیدا بکنید. ما عین حال در سامانه متاسفانه حالا نرسیدیم که مسئولان بخش‌ها را شماره های تلفنشون رو، ایمیل ادرسشون رو، مشخصاتشون رو، جاهایشون رو برای شما معرفی کنیم که شما بتوانید با هر کسی که میخواهید از همین طریق پیوست بشین و با ایشان در تماس بگیرید که برای شما کمک کنه. ولی در کوتاه‌ترین فرصت ما در سامانه این کار رو خواهیم کرد که شما بتوانید از طریق همین سامانه با ما مراجعت کنید و از طریق سامانه هر کمکی که شما میخواهید با اون بتوانید دسترسی پیدا بکنید. خب من سامانه رو این بار برای شما پیشنهاد بکنم. خب این سامانه بخش تاجیکیش هست. همونطوری که شما میبینید در این سامانه ما الکی موادهای خیلی زیادی داریم. شما میتونید در بخش اخبار بدرین هر موادی که در هر موضوعی که برای شما لازم است شما میتونید در این موضوع از اینجا پیدا کنید. علاوه بر این در موضوع حقوق شما میتونید هر مسائلی که راجع به حقوق انسان است در همین بخش شما میتونید پیدا کنید. در بخش سیاست هم نیز شما در این بخش میتونید کار و فعالیت کنید و یا اینکه اگر زبان ها رو تغییر دادنی باشه میتونید از اینجا تغییر بدید و یا اینکه از بیشتر که در اومده در اینجا رو میتونید تغییر بدید. ما درباره موضوع ما حالا کمتر علاوه کردیم ولی در کوتاه‌ترین فرصت همونطوری که گفتم ما معلومات خیلی زیادی رو پیشنهاد خواهیم کرد که شما میتونید از طریق آن هر معلومات راجع راهبری نوی این راجع راهبری کهنه و راجع تاریخ سازمان و راجع اشخاصی که مسئولیت دارن در کوتاه‌ترین فرصت پیدا بکنید. من برای شما وعده میدم در کوتاه‌ترین فرصت راجع این سازمان خیلی زیاد کار بکنم که تمام معلومات ها درباره تاریخ سازمان و علاوه بر این راهبری نوش، هدف‌های نوش و مسئولان نوش در همین بخش سایت نشر کرده بشه تیمی در سامانه و شما از اون طریق میتونید از این سامانه شروع کنید پیگیری بکنید. ما در همین طریق دوستان عزیز من سامانه را الکی یا لحظه همین طریق شما اگر ببینید دوستان ما موادهای زیادی نشر کردیم. شما میتونید این موادها را از داخل سامانه پیدا کرده بخونید. موادها در موضوعهای گوناگون نشر شدگی هستند و شما میتونید داخل شید و تمام موادهایی که در اینجا هستند موادها را بخونید و موادها بسیار مفیدند در موضوعهای گوناگون نوشته شدن و انشالله که این میتواند یک آگاهی و یک مسئله های مهمی را برای شما برساند. هموطنان و همدیاران عزیز من تقریبا دیروز در یک موضوع خیلی در تاریخ 20 دین در یک موضوع خیلی مهمی در مورد همین خانم رخشانه حکیمه و یکی از نزدیکان شاکرجان حکیمه یک مقاله نوشتم. حتما این مقاله را بخونید. این مقاله بسیار یک مقاله مفید است و برای شما یک آگاهی چه از دیدگاه وجدانی، چه از دیدگاه سیاسی، چه از دیدگاه فرهنگی میرساند و مطمئنم که این یک چیزی مثبتی باشد برای جامعه ما که ما بتوانیم چنین حالت ها را در نظر بگیریم که ما وقتی که از حقوق یک خانم محجبه همچون مسلمان دفاع میکنیم، از حقوق یک خانمی که مسلمان است و حجاب نداره از حقوق او را بتوانیم دفاع کنیم. یعنی هر شهروند تاجیکستان که نوابسته از عقیده اش هر طوری که هست باید حقوق او را ما حقوق اولیه خود بدونیم و از حقوق او دفاع کنیم. هموطنان سازمان همینطور شما در اینجا میبینید شما میتونید از طریق به فیسبوک ما بپیوندید که ما 113,000 فالوور داریم در فیسبوک همون و بازم میتونید از اینجا در یوتیوب ما که 6,000 فالوور داریم میتونید پیوست شین.
تیک تاک و دیگر رسانه‌های ما عین حال مورد کار فعالیت قرار دارن و ما به عبدالحی خلیفه گفتم که این مسئله ها را ببیند و حتما در کوتاه‌ترین فرصت در اینجا شما تیک تاک و ایکس و دیگر رسانه ها را هم در سامانه خواهید دید و تمام چیزهایی که شما پیشنهاد میکنید ما کوشش میکنیم خدمت کنیم و علاوه بر این سازمان سامانه اش را در خدمت ملت قرار خواهد داد. همونطور که شما دیدین ما بخش اخبار داریم و اگر هر کسی که موضوعی دارد و میخواهد در تیم سازمان در وبسایت سازمان در سامانه سازمان نشر شود ما آماده ایم که موضوعهای شما و اگر در چارچوب همون حقوق و آگاهسازی مردم باشد کار فعالیت کند و مبارزه بکنیم. همدیاران عزیز و هموطنان عزیز، چون من همیشه پخش مستقیمم رو 1 ساعت ادامه میدیم و چون زیادی بچم خسته کننده می شود، یک بار دیگر میخوام در آخر برنامه با تمام مردم و ملت و حزب‌های سیاسی، سازمان‌های سیاسی حقوقی مراجعه بکنم که من عبیدالله سیدی از اینجا اعلان می‌دارم که آماده هم با همه مردم همکاری کنم در هر سمتی که نباشد. من آماده‌ام با احزاب‌های سیاسی که دیدی خدمت به مردم دارن همکاری کنم، سازمان‌ها، حرکت‌ها، با هیچ نفری هیچ اختلافی ندارم و هیچ اختلافی باعث نمی شود که من به خاطر وطن و تاجیکستان با هیچ کس کار نکنم. من با کشورهایی که در آنجا یک تاجیک قرار دارد ارتباطات را برقرار میکنم و هر طریقی که نباشد با این کشورها کار میکنم. یعنی هیچ کشور رابطه ما ممنوع نیست و ما با هر کشوری میتوانیم همکاری کنیم. حتی ما مودم در داخل وطن خودمون همکاری را شروع بکنیم و هر کسی که در داخل وطن است میتواند با ما پیوست شود و ما از طریق آنها معلومات بیشتری رو در داخل وطن پیدا بکنیم و با مردم برسونیم. و حتی من آماده‌ام با فعالان سیاسی که مستقلانه مبارزه خود را میبرند بازم از شما دعوت میکنیم که من آماده‌ام در همه سمت برای شما کمک بکنم، برای شما با شما همکاری بکنم. سامانه ما، یوتیوب ما، فیسبوک ما همش در خدمت شما مخالفانی که مستقل هستید قرار میگیرد و اگر موضوعی دارید میخواهید نشر کنید من یک بخش برای شما در سامانه باز میکنم که همچون یک بخش از ملت از مردم شما حق داشته باشید که در سامانه ما و در رسانه های ما فعالانه شکار کنید، اشتراک کنید و مبارزه خود را ادامه دهید. ما هیچ ضدیتی در این نخواهیم کرد. ما همه شما رو با همکاری دعوت میکنم. از هیچ کسی شما گریزی نداریم و ما هیچ کسی شما را و هیچ کسی شما اختلافی نخواهیم داشت مگر اشخاصی که در داخل مبارزان بازی میکنن یا اینکه این رو با این جنگ میدوزن میرا این رو با این جنگ میدوزن. با این گونه اشخاص ما کوشش میکنیم که حد امکان خودمون رو کمک دورتر از اینا بگیریم و فاصله بگیریم که بین احزاب ها بین مبارزان جنگ ناندازن. یعنی من هیچ وقت کوشش نمیکنم که بین اشخاص قرار بگیرم که او میآید نسبت یک حزب دیگر نسبت یک شخص دیگر جنگ اعلان میکند یا اینکه فلانی رو بد میکند. من در همین گونه سیاست ها وارد نمیشوم و اگر در بدنتون چنین یک سیاست های وجود دارد که برای من زنگ زدنی کسی رو بد گفتنید بدانید که من با این عقیده نیستم و چنین کاری نمیکنم. همونطوری که بعد از اونی که یک بیانیه جعلی از سامانه گروه 24 با نمیدونم فرمانی یک شخصی چند شخصی نادرست نوشته شده بود، یک عده از اشخاص برآمدن مرا زنگ زدن و فکر کردن که من یک بغض عداوتی نسبتی حرکت سیاسی گروه 24 دارم و مرا در مقابل این حرکت میخواستن بکارن. ولی من آنها را گفتم که اگر گروه 24 یک اعضاش سگ داشته باشد سگ اون بالاتر از شماست که شما میایید مرا با کسی جنگ میدازید. هیچ وقت مرا با کسی که بغض دارید در مابین ندارید و من در جنگ شما در بغض شما که با شخصی که دارید وارد نمیسازم و همین طریق با کسی که من داشته باشم اگر چون این یک کار رو با شما درست نمیشمارم که من اگر حرفی زدم مرا گپی مرا بیاید مرا اصلاح کنید و بگید شما با بغض دارید و این حرف شما حرف نادرست است و مرا اصلاح کنید همچون یک برادر خود و آماده اصلاح آماده پذیرش تنقید هستم و هیچ وقت از تنقید نمیگریزم.
تقریبا من 10 دقیقه دیگر فرصت دارم. 10 دقیقه پس من برنامه را انجام میتیم. برادر و هموطنان عزیز، التماس میکنم از همه شما و خواهش میکنم که کانال یوتیوب ما چند مدت میشود ویدیو نداشت و شما بتوانید در برنامه ما شامل شین، وارد شین و ما بتوانیم یک برنامه داشته باشیم که صحبت کنیم با یک دیگر، قدم بزنیم و برنامه مهم با یک دیگر برسونیم. اگر شما عین حال بتوانید مثلا برنامه ما را لایک بگذاریم و کوشش کنید که برنامه ما کم کم بیننده پیدا کنند. و اگر شما لایک نگذارین و اگر شما پدیلی نکنین و اگر شما نظریات ننویسین و اگر شما مبارزتون رو پیش نبرین، حتما است که ما برنامه ما کمتر می شود و بیننده ما کمتر می شود و از این طریق همون رویه مبارزه یک انسان کمتر می شود. از این طریق ما و شما نمیتونیم به اون هدف اصلی که داریم به اون هدف برسیم. برای این باید ما با یک دیگر چیکار کنیم؟ کمک کنیم، یک دیگر رو دستگیری کنیم. آره، همه شما دعوت میکنیم که دستگیری بکنین برنامه را و ما میتونیم که برای شما برنامه خوبتر و بیشتر نشر بکنیم. و همون طریق گفتم برادرانی که در هر کجایی که هستید جانتون در خطر است، مشکل دارید، تاجیکستان برگشتن نمیتونید، حزب‌های سیاسی با شما همکاری نمیکنن و از حقوق شما دفاع نمیکنن، ما از سازمان جوانان آماده ایم با همه سازمان ها همکاری بکنیم، با همه اشخاص همکاری کنیم و از حقوق شما چیکار کنیم؟ دفاع کنیم. و اگر شما اثبات کرده در پیش ما که شما واقعا در تاجیکستان جانتان در خطر است، بدونید که سازمان با تمام وجود در پشت شما قرار دارد و هیچ وقت پشت شما رو خالی نمیگذارد و همیشه از حقوق شما دفاع خواهد کرد و تا با تمام قدرت در مقابل هر کسی که شما رو میخواهد و تاجیکستان دیپورت کند یا روان کند مبارزه ببرد که شما توانایی زندگی کردن رو در اون کشوری که هستید به دست بیارید. ما هیچ وقت کوشش نمی کنیم که در مقابل ارزش‌های ملی، ارزش‌های دینی مخالفت کنیم. ما به خاطر همین هدف به میدان بر آمدیم و همیشه کوشش تلاش میکنیم که برای این ارزش‌ها مبارزه ببریم. سازمان فقط از پشت کسانی دفاع میکند که این ارزش‌ها را یک ارزش‌های والا بدانند. ما در قدم اول همکاری میکنیم با اشخاصی که این ارزش‌ها را میدانند. من در گذشته یک مقاله نوشته بودم درباره یکی از جوانانی که از احزاب بود که بیشتری از سازمان‌های بانفوذ، از سازمان‌های رسانه‌های بانفوذ و حتی همین رسانه‌های مخالفان و سازمان‌های مخالفان توانایی دفاع کردن را از حقوقشون از شخصان نداشتند. ولی من برای شما وعده میدم که من همچون یک شخص از این پس هر کسی که یک تاجیک است و از هر حزب سازمانی که نباشد و اگر حقوقش پایمال کرده بشود و اگر جانش در تاجیکستان در خطر است، ما آماده ایم با ایشان همکاری بکنیم و آماده ایم در تمام نشست‌ها، تظاهرات‌ها که موجود است راجع به دفاع از حقوق همین مظلومین ما آماده ایم بریم اشتراک کنیم. من با تمام حزب‌های سیاسی مراجعت میکنم، اگر تظاهرات انجام دادید، نشست‌هایی که انجام دادید، ما آماده اشتراک در چنین نشست‌ها که برای آینده تاجیکستان، برای دفاع حقوق مهاجران باشد آماده اشتراک هستیم و ما از حقوق هر یک مهاجر، از حقوق هر یک شهروند تاجیکستان دفاع میکنیم و برای همین ما آماده ایم که هر کسی که از شما ما را دعوت کند و هدف دفاعی مردم تاجیکستان باشد، ما آماده ایم اشتراک کنیم. برادر الماس، سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه. سلام علیکم. سلام علیکم. مبارکبایی می‌دیم که برنامه سر کرده انشاءالله. ما هم چخیلی که شما گفته، منم میخوام که قطعی کسی که نباشه ضد رحمان باشه، من میخوام قطعی همون نفر باشم، نه که همون نفر تفریق انداز نباشه در بین مخالفین. منم به گفت شما راضیم. من میخوام که به همه کدومی که نباشه حزب حرکت ها منم میخوام که برادری داشته باشم، دوستی داشته باشم. منو اگر ما نشیم هیچی نمیشه و به همین خاطر بیا یک کار بکنیم که همه کسا یک کار کرده بتونیم برای وطنمون، برای ملتمون.
به همین خاطر دعوتی من هم همین است که مردم باید فعال باشه در شبکه‌های اجتماعی. امروز روزی دعوت است. امروز باید ما کاری بکنیم که حکومت امروزه را از بین ببریم. ما کی به هدفمون میرسیم همون صورت میرسیم که ما اگر دست همدیگر بگیریم ما را رحمانوف یگان کار کردن نمیتونه. اگر که نمیدونم من شما را پس زنم شما من پس زنه و یک کسی دیگه بو ما را پس بزنه رحمانوف به تنهایی ما را هم خیمه بره. این همون کارگرایی که حکومتی که بدن در برش نمیدونم وزیرا بدن هم خلکی گریف همش برد کش زندانی کرد نابود شدن مخالفان سیاسی گریفت نمیخواه بین برد. برای چی؟ برای تنها بدن. وقتی یک انسان تنها میگن که گوسفندی تنها را گرگ میخوره. ما هم خیلی مقاله داریم. انا همین به همین خاطر باید ما همه کسا یک کار بکنیم که مخالفین که یک پرتل داشته باشیم که هر کس برنامه خودش بره. من زید نیستم. کسی چه خیلی میخواه نه که همه این مخالفان باید یک سازمان باشن که در یک جا بروین همه کسا صحبت بکنن. این باوی سوال جواب باشه. کسی میخواه مستقلیت مرحمت من زید یک حزبی نیستم. زید منوگه حزبی نیستم. این یک حزبی تنها در رحمانوف در سیستم هوای دیگه. ما نمیدونم در تاجیکستان نه تنها فقط مسلمان ها زندگی میکنن غیر مسلمان هم در تاجیکستان زندگی میکنن. باید فکر اونها رو هم کرد. همین جولانی نه یک برنامه‌اش تا گفت که با فکر انقلابی دولت ساخته نمیشود. درست گفت. برای که ما مثلا من یه ایده دارم خودت یه ایده داری باید همه اینو پذیرفته شوم. هر کس باید حرمت داشته باشه. هر کس باید قدر داشته باشه. قانون باید اونا حمایت کنه. انا این صورت ما میتونیم که یه دولت خوب بسازیم. برای همین خاطر منم دعوت من همین است که برادرای عزیز کسانی که ما را تماشا میکنه خواهش همینه که در برنامه ها فعال باشه. بمونه همون لایکاتون همون آدمایی که تماشا میکنه خواهش میکنم بجقش لایک به پلای. لایک ماندن شما سبب زیاد شدن بینندگان میگردد. خلاص خوازی به همه معلوم است که یوتیوب پل نمیتیه که مردم یگان بیزنس کنن. این ما هم به عمدی یوتیوب هم نیستیم که یوتیوب ما را یگان چی میتیه. از برای خدا خواستیم برای همین ملت میخواهیم که یک کار بکنیم که این ملت آزاد باشه. ظلمی رحمانوف نه همین خگفتنی بدم. همین مطلب که برادر الماس که ما باید بالا یک هدف اتحاد شیم. منظور اتحاد شدن این نیست که ما بیایم وارد یگان انجمن یا اینکه یگان اتحادیه شیم. مهم این که چند نقطه مهم باید ما را با هم اتحاد بسازد. یکی از اون نقطه های مهمی تاجیکستان است. ریولوشنیر هستین شما؟ اون کسی کشته بود ریولوشنیر نظر موضوعش نیست. یکی از چیزهای اصلی برای ما این باید تاجیکستان باشد. یعنی اگر تاجیکستان ما را اتحاد کردن نتواند پس ما برای چی مبارزه میبریم؟ مثلا خودت یک تاجیکستان دیگر میخوای من یک تاجیکستان دیگر. ولی مهم یک سرزمین است یک تاجیکستان است که ما باید با پذیرش یک دیگر فکر کنیم. مثلا تو تاجیکستان دینی میخوای من دیگه پس من که برگشتم تو را بکشم تو مرا بکشی. پس باید که من برگشتم تو را بپذیرم تو برگشته گرفتی منو بپذیری. پس باید بالای یک تاجیکستانی آزاد ما هممون اتفاق داشته باشیم. بله. وگرنه وقتی که ما با این عقیده برگشتیم تاجیکستان یعنی تو خودت مرا میکشی من خودم میکشم. این طریقتی نمیشه و کار بود. بله. برای همین ما پیشنهاد میکنیم که بالای یک تاجیکستانی آزاد کار بکنیم. تاجیکستانی اصلی، تاجیکستانی که در اون همه میتونن در با هم زندگی کنن. هیچ کس برای ما مشکل ایجاد نکند که تو مثلا تو نصرانی، تو مثلا یهودی، تو مثلا مسلمانی، تو مثلا نه. تاجیکستان باید یک تاجیکستان باشه که همه در داخلش زندگی کنه. حتی در دولانی شدیدترین دولت‌های دینی که تمام احکام شریعت اجرا میشد مردم
نصرانی بودن. مثلا بله. لبنان حوز 30% مسلمان نیست، نصرانی است. لبنان در دولت عربی است. یا که مثلا استانبول تقریبا 300 سال پایتخت اسلام بودگی، خلیفه اسلام اونجا زندگی کردگی است، ولی کلیسا تو حاضر هم هست در همون استانبول، هیچ وقتی رس شدگی نیسته. برعکس بعد از استقلال پیدا کردن یا تعداد کلیسا برسیدن چون طرفدارشو کم شد. بله. یعنی وقتی در چنین حالت ها موجود است حوزه هم باید باشه. یعنی ما باید با پذیرش یکدیگر برنامه بسازیم. وقتی پذیرش یکدیگر را نداریم هیچ وقت ما و شما نمیتونیم تاجیکستان را بسازیم. یعنی هدف این بود الماس. بله من بسیار اهمیت میدم. همین از تنه همه برای تنقید میکنن که برای مثال پشتیبانی علاقه ها میگن. نه برادر عزیز، اون فکر او انسان علاقه حق داره که در دولت دموکراتی اگر باشیم، اگر میخواد دولت دموکراتی بمونش آزاد چیزی میخواد گفتن گیره کاری اونه میخواد که همین راهبری همون خلقا باشه. مرحمت یگو مشکلی نیست. ولی من نفهمیدم که از طرف گفته باشه که من پرزیدنت میشم و مثل من. بله. میخواد که همون قدر همون قوم قدرشون بدونن مردم. این همین قدر و همین خاطر بسیار آدم‌ها میبرن در کامنتاش هر چی مینویسن. من خواهش میکنم که برادر عزیز باید ما همه کس قلق ازبک نمیدونم ارس تاتار قرغیز چی ملتی که در تاجیکستان هست باید ما یکجا باشیم که دولت بسازیم. امروز این همه آدمی که در سوریه اومده است جولانی، بعد یهودیش هم سلام علیک داره، بعد همش دولت کرده شده میشیده کو ما پروسه باید نگیریم که بگیم فقط مسلمانان آزاد و دیگران درست. این خیلی میشوه پروپاگاندا تبر. مرحمت مردم زیاد چه هم برای کار تکرده رفتنگی. و همین خاطر باز هم یه بار دیگه میگم که برادرای عزیز باید ما کار بکنیم که یکجا باشیم در مبارزه ها. باید برای فکر نظرهامون بگیم، به طرف نباشه برادرای عزیز. خواهش همینه. انشالله که در برنامه آینده بازم میبریم فکر نظرهامون میگیم برادر عزیز. برادر الماس کی 500 پلوس کی بر اومده سر میکنه که چند مدت میشد 500 پلوس خاموش. برادر عزیز من در یک راهی در جستجوی یک راهی دیگر هستم، طرز مبارزه. و همین خاطر من یک دم سکوت میکنم. انشالله که به طرز دیگه من انشالله که مبارزه ما پیش میبرم. من میدونم مطمئنم که من اگر 100 سال در همین افیر بگم هیچ گپ نمیشوه. و همین خاطر کم نقشه دارم. اگر خدا شاهد خدای جون من نصرت بتیه اما برنامه‌ام اگر عملی بشوند انشالله که من برنامه را سر میکنم. بعد مردم ببینن که من چیکار میکنم. من وعده دادگی بودم امروزی اول که یکم انسانی که اروپا میروه اون انسان منم. تاجیکستان هم یکم آدمی که میدره انشالله منم. و همین خاطر من کم ترک یا برنامه دارم. همین برنامه من تغییر کرده هستم. انشالله که تغییر بگیره بعد کار میکنیم برنامه اون. زنده باش. مردم تاجیک همه را بدونه. مردم تاجیک میدونه که رحمانوف ظالمه، رحمانوف دزدای، فرزندش از سر قدرت آوردگی، یگان بیگانه در وزیر خلکی نیستای. داشت کارگر عادی خشتوار خچان در تاجیکستان یگان کمبغل. من انقول رستمم چون من گنرال نیستم. او گنرال بده من نه. او 4-5 وظیفه داره من یگان وظیفه ندارم. من طلب دارم بیا دیبات کنه برنامه‌اش پیشنهاد بکنه که بازی مردم میگن که رستم میاد نمیدونم پرزیدنت شدنیه. تو برنامه تا با مثل من برو مردم بگو که تو چیکار میکنی که مردم پدری تو 32 سال ما رو احمق کرد گفت قند تو میتیم بدبخت قند نبوده پیچاک قند بوده ما 32 سال به پیچاک قند رحمان فان کرد. تو برو بگو که من این کارو را میکنم بعد ما فکر کنی. شما نه یگان بار در 32 سال نه زلاتای امیسیا کرده، نه یگان زندانی آزاد کرده، نه سویت خدای دنیا نداده.
آزادی مطبوعات در تاجیکستان نیست. یگان حزب سیاسی در تاجیکستان نیست. او حزبایی که در تاجیکستان کیسگی هستند. اونها خشختون میگیرن برای محکمه نه، اونها تبادلات میکنه. اما آدم تبادلات درک نداشت. گرفته برده خیلی دل من کنه میسوزه با اون انسان که بردن محکمش کردن. چاپلوسی میکرد. در اینجا فقط دل من فقط به شاکرجان حکیموف میسوزه که همه آدم واقعا هم بیگناه بود. همون انسان دل من با همون آدم میسوزه. با همراهخان ظریفی و با دیگرش به خدا با 10 سال دیگه شبوتی اگر گفت منو بگیری. به همین خاطر ما باید یک کار بکنیم که همین سیستم ایباین براوه. همین سیستم ایباین براوه یک سیستم مردم سالاری باشه که انسان ها در تاجیکستان حقوق گپ زدن داشته باشند. بیا در همین اروپا حاضر شب روز در همین آلمان وی برای مردم هر کی آواز داده است یگان مشکلی نیست. شما ما در تاجیکستان اگر یک حزب دیگه آواز کنیم او حزب آواز نمیگرفته. شما 97% آواز میگیره که آواز میکنه که هم بلوتین ها را برای نشونده تنها جمعه اومدن با مجبوری گرفتن حکمت کرده سویان یا که میگن که بعدی رحمان فرزندش میاد باز هم یه بار دیگه میگن که برنامه شبرو را نشون میده. نه من میخوام که 500 تومانی بتیم سویت بزلیمی شوه دختر بیپل شوه ملیسا با اویلی که خوب بگیرن وینی اویلی که خوب بگیرن بهترین پشاک بهترین غذا بهترین اویلی که باید خربوزای تازی بگیرن وینیو پرزیدنت باید رنگ یا معلم زندگی کنه معلم رنگی پرزیدنت همه باید وقتی رحمان سمالیات 92 میلیون در خریده میتونه باید باشد همه شهروندای تاجیکستان در 92 میلیون 192 میلیون چند خیلی 92 میلیون در سمالیات بخره به همشه وقتی که ما نداریم که برای چی میداشته یا که همه باید نداشته باشیم یا که همه داشته باشیم. این هم طلب همینه. زنده باشی برادر الماس، زنده و سلامت باشی. سلام علیکم. سلام علیکم. ان شاءالله که امیدوارم در برنامه بعدی بازم بدروی صحبت میکنیم ان شاء الله. حتما روز خوب داشته باشید. تشکر. برادر سلام بفرما. سلام و علیکم بر سلام. همه اکای الماس جون دوست می‌دارم. انسان خوبه. خدا نگهبانش باشه. من برای همه اکای استانه گفتنم به تیم همو گپ زدنیم باور کنه همه آتش من باور دارم بسیاری ها یک ناخونی پای استانه و با جان 88 و بلنگری اونو بزی روسکای الکاشینایو با اونو ایدی بکشو با بوسفندیارو با اونو فاروقی رقوسشو با رستمی امومالیشو با گنرالای تاجیکستان پاسکار همو چوپلوس موپلوسو با یه اچکاری که دیگه هست ای کنی بودونه یک جای فقط در تیم قرغیزستان و تاجیکستان گرانیسا گپ میزنه چوپلوسی میکنه ناخونی پای همو استانه همه شما نمیو بولو باور که اگر همه استانه پریزیدنت میشود جای همو تپک ده باور که تاجیک قدر داشت تاجیک وطن داشت ملت سرزمین تاجیکستان قطع قرغیزستان 50-50 نمیگرفتن 50% شده او تقسیم نمیکردن برای راه نارکوتیک راهی کردن و برای ای پوتین میترسه فرمان پوتین اجرا کردن برای چی که منگلی ما فویشه یا متهم ایده پیش پوتین او پرزیدنت قرغیزستان اصلی چون میره ترکیه قطع علاقه میکنه او پوتین نزدگی های شما یه خیل همه اون همو 88 مردخور و قورستان خور و اون یتش با خدا نشون داد چوپلوسی دیگه شه خونه دادن با خونهش کشیدن گرفتن ولی زنش بودن ترمه کدگیان یا چرخونه دادن شه برای 7 فرزندش اونمو چوپلوس اخی و فقط همه عروس علیه سنو
ана ҷаноби Оли ба пеш гуану унаву яте авғони дига шином дора паншерда мурдаку бачаш ҳастай ҳоле Аҳмадшоҳи Мақсуд буна худшон чӣ меган намедонанд. О ҷаноби ту Аҳмадшоҳи Мақсуда давно задагӣ ай Тоҷикистон пешаш кара ё ҳолям Аҳмадшоҳи Мақсуд руд сиё агар Аҳмадшоҳи Мақсуд апач хеле аст ки интернету хеле безеб аст. мутаассифона садотун так канда меояд. ози ман науш овозам хуб шуд? ямайда беҳтар шуд баре. агар ӯ Аҳмадшоҳи Мақсуд агар дар ғами ту мешуду дар ғами тоҷико мешуд охи унаву наҳзати ислома намефурӯхт кидат намекард апа бозам мунтафа фоқат буд ина ози дардари книшаш шатазад асланитам ҳамихе агар гапома нафаҳмида бошад бо як бори дига мегӯм ки нохуни пои Астанаю ай ҳамун бобоҷони мурдахӯру ай ҳамун бузфандиёру ай ҳамунау як тади лангури бузи рускаи абшинаву ай эмонтапаку ай лашкарошу ай бачаҳоша ай чоплусораку хоки пои Астанаев болай Астанаев Тоҷикистона нафурӯхтай Астанаев дар пеши пои урус барои российский паспорт нағалтидай уна яташав я чоплус 7 таваллуд кардай чохонаҳара гирифт бо ду бачашон ду хусур бачаш дар Украина шапидестай хуб буд шудаке ҳами қамақ хурсандам ки ҳамо тахминай кия илоҳи камбарам 25 сол киян хуш хуб буд кардан чоплусора ҳамин мекунанд Россия ман хеле хурсанд шудам бовар кард зинда бошин апа агар ҷоза бошад давлатдорӣ мекард ҷои эмонтапак да мешуд тоҷик чонҳо таги пои урус чоқат дӯстош пушти калана чайни гуфта ба нозунош ра намекард агар Асанаев давлатдорӣ мекард ӯ гапои Асанаев гапоша апа бахшиш овозотун хеле безеб аст беҳад шумо агар битонед чун ҳам барномаам дига вақти ман тамом шуд бояд тамом кунам ва илова бар ин овозотун хеле канда меояд хеле канда майли агар овозам безеб боша мебурам ман намедонам айби чие як бор боз дубора метавонед гӯш кунед овозотунро баъдам дуруд бед революционер агар кӯтоҳ бифармоед ман барномаро тамом кунам хориҷам каме кор дорам салом алейкум бародар Убайдулло овозам хуб аст овозам ва алейкум салом бародар бале овозам мерад мешнавам барори кор шумо бак шоиши корам барноматонда мустаҳкам фундаментен барномаро барқувваттар кунед бақувваттар кунед албатта мардумро бедор кунад барори кор шумо ба ман талаб мекунам агар мавзӯътон агар бемалол мебудед ба ҳазур гап мезадем сол рӯзи пирӯзӣ соли пирӯзаи ҳамин сол иншоалло как раз вовремя шумо барномаро сар кардед барори кор шумо медонем ки соли пирӯзӣ шоиши кор зинда бошед таваккал ба худо иншоалло саломат бошед зинда бошед ташаккур мекунам аз тамоми бародарон ва хоҳароне ки дар барнома иштирок карданд ва ман дигар вақтро тӯлонӣ намекунам зиёда аз 1.5 соат мешавад ки ман бояд 1 соат барнома дошта бошам ва кӯшиш мекунам дар барномаи баъдӣ куллан барнома 1 соат бошад ва аз 1 соат зиёдтар шаракаи зиёдӣ бад мешавад мо кӯшиш мекунем дар ҳам 1 соат барномаи муфиди дошта бошем то ин ки тамоми бинандагони мо ва шунавандагони мо аз ин барнома якчизе барои худ бардоранд ва тавонанд фикр назари худро ақидаи худро роҷии мавзӯъҳое ки мо мегзорем суҳбат кунанд албатта имрӯз як рӯзи мутафовит буд ки дар ин ҷо фақат ман роҷии ба таҳаввулоти ахире дар созмони ҷавонон барои Тоҷикистон маълумот додам ва умедворам ки мо битавонем дар баъд аз мустақил шудан як барномаи беҳтару хубтаре барои бинандагон ва мардуми Тоҷикистон пешниҳод кунем ва битавонем
حد امکان یک تغییرات در ساختار حکومت، در ساختار آینده تاجیکستان تا اینی که برای مردم مثبت باشه بیاریم. دیگر وقت شما رو نمیگیرم، شما رو به خدا میسپارم. ان شاء که برنامه ما رو پیگیری کنین و دستگیری کنین، پدیدوس لایک بمونین و کوشش کنین که ما بتوانیم برای شما برنامه‌های بهتر و بیشتر و مفیدتر پیشکش کنیم. باقی شما رو به خدا میسپارم تا برنامه بعدی.